اما گفتن درود و خواندن درود شریف در روز جمعه از جمله فضیلت های بسیار زیادی هست که اگر مؤمن و مسلمان در روز جمعه درود بخواند فضیلتش خیلی زیاد است و ثوابش خیلی زیاد است. بنابراین در روز جمعه فراموش نکنیم اللهم صل و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. اگر این گفته نمیتونی اللهم صل علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد، یا رب صل علی محمد، صلی الله علی محمد، صلی الله علیه و سلم، کوچکترین چیزی است که تو میتونی در قبال مسئولیت های بزرگی که نسبت به پیامبرت داری، یک کوچکترین مسئولیتش همیست که تو باید نامش را بر زبانت جاری بسازی، محبتش را در قلبت زنده نگه بداری، اطاعتش را در زندگی فردی و اجتماعیت عملی بکنی. آنگاه تو میتونی که به سرمنزل مقصود و به رضایت الله و به جنت و به موفقیت و سعادت خواهید رسید. السلام